گسترش علم و آگاهی در میان تمام سطوح قوه قضاییه بسیار مهم است. من به رئیس محترم قوه عرض کردم فاصله بین بعضی از آراء دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر قبل از رفتن به دیوان عالی کشور و آرایی که نسبت به همین پرونده بعد از نقض در دیوان عالی کشور انسان نگاه میکنه، فاصله عجیبی گاهی بین این دو تا رأی هست، دو تا دادگاه، هر دو وابسته به یک دستگاه. یکی شدیدترین حکم را داده است و مجازات رو معین کرده است، یکی تبرئه کرده. فاصله اینا خیلی زیاده. این ناشی از چیست؟ کی اشتباه کرده در این بین؟